روسیه روز جمعه اعلام کرد که دعوت سربازان احتیاطی به ارتش برای جنگ در اوکراین به پایان رسید. در مدتی کمتر از 2 ماه 100,000 نفر را به ارتش جلب کردند و 3 آنها را هم به جنگ فرستادند. سفربری بحث برانگیز و نخستین پس از جنگ جهانی دوم سبب فرار 10,000 مردان و جوانان روس از کشور شد و ناراضگی و اعتراض مردم را برانگیخت. رئیس جمهور ولادیمیر پوتین فرمان سفربری را ماه سپتامبر و بعد شکست‌های پی در همین نیروهای کشورش امضا کرد. سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه درباره خاتمه سفربری به ولادیمیر پوتین گزارش داد. سفربری شهروندان به ارتش را امروز به پایان رساندیم. فرستادن دعوتنامه تمام شد. فرمان شما برای جلب 300,000 نفر اجرا شد. وظیفه‌های علاوه‌ای دیگر پیش بینی نشده است. رئیس جمهوری اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفت شبهه دارد که سفربری به جنگ پایان یافته است. روسیه سعی دارد با استفاده از نوسربازان ناآماده و درست تأمین نشده و با امرهای بی‌رحمانه فرماندهانشان به موضعهای ما فشار بیارد. از این رو تخمین کردن ممکن است که روسیه بزودی به سربازان علاوه‌ای در جنگ احتیاج پیدا می‌کند. ما با این آماده می‌شویم. در جبهه نیروهای اوکراینی پیشروی می‌کنند. آنها از جمله به سمت خرسون، یکی از شهرهای بزرگ در جنوب اوکراین، حرکت دارند که روسیه ماه فوریه آن را اشغال کرد. اما حرکت نیروها در چند روز گذشته به گفته مقامات اوکراینی بنابر هوای بد و مکان‌های دشوارگذر سست شده است. روز جمعه بین نیروهای اوکراینی و روسیه در شمال خرسون نبردی سخت صورت گرفت. یک سربازی که خودش را ودیم معرفی کرد میگوید проводяться постійні обстріли щоденні. تیرباران هر روز پیوسته و شب و روز ادامه دارد. با توپخانه و حتی بمب‌های خوشه‌ای هر روز ادامه دارد. حمله‌های روسیه به اوکراین هفته‌های گذشته با موشک‌ها و پهپادهای ساخت ایران و به انشاءات غیر نظامی زیادتر شد. میلیون‌ها نفر بی نیروی برق ماندند. با گفته کیف هدف حمله‌های روسیه در سرما نگه داشتن اوکراینی‌ها در فصل زمستان و جنایت جنگی است. مسکو جنگ در اوکراین را عملیات مخصوص نظامی مینامد و گفته است که ضربه‌های اخیر جواب به حمله‌های اوکراین از جمله ترکیش در پل ارتباطی با کریم است. از طرف دیگر آمریکا اعلام کرد با ارزش 275 میلیون دلار دیگر به اوکراین اسلحه و تجهیزات و ابزار نظامی می‌فرستد. با این کمک حجم یاری‌های آمریکا به اوکراین به بیشتر از 18 میلیارد و 500 میلیون دلار رسیده است.